بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما دوستان و همراهان گرامی، امیدوارم که حال شما خوب باشه. دیشب یه سوالی کردیم در رابطه با به اصطلاح پاکسازی برنج از سم آرسنیک و اینکه چطوری میشه اینو به اصطلاح پاکسازی کرد و اینکه از سم آرسنیک پاک کنیم. از بین فکر کنم 1000 خورده 2000 نفر فکر کنم یه 3-4 نفری فقط پاسخ صحیح دارن، متاسفانه. ببینید، برنج رو میریزید تو ظرف، یا قاشق جوش شیرین، 2 قاشق سرکه، هر سرکه‌ای که دوست دارید، سرکه بازاری فرق نمیکنه، یه مقدار آب میریزید. آب اندازه 1 سانت بالای برنج باشه. یکم به هم بزنید، شروع میکنه به اصطلاح جوشیدن. بذارید کنار، بعد از 10 دقیقه برید ببینید چه خبر. باور کنید یه چیزی میبینید که اصلا تعجب میکنید. همین الان برین انجام بدید و اینکه جوابشو کامنت کنید زیر همین ویدیو. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید و به اصطلاح 10 دقیقه گذشت، اینقدر بشورید که آب زلال بشه. آبی که میریزید، مثلا برنج یکم به هم میزنید میخوایم بریزید، آب زلال باشه، دیگه هیچی نداشته باشه. بذارید کنار، 1 قاشق یا 2 قاشق نمک بریزید روش و به هم بزنید، بذارید بخیسه. دیگه اون دیگه مشکل نداره، دیگه نه سم آرسنیک داره نه هیچی. به استفاده بکنید و ما رو از دعای خودتون محروم نکنید. خدا نگهدار.